سلامتی می خواهم. روزه های نفلی بگیر. چهره نورانی می خواهم. پس نماز تهجد بخوان. آرامش می خواهم. قرآن تلاوت کن. می خواهم سعادتمند باشم. نماز را سر وقتش ادا کن. چگونه آرامش قلبی حاصل کنم؟ الله متعال را بسیار ذکر کن. من مال و فرزند می خواهم. زیاد استغفار کن. چگونه ناراحتی هایم از بین برود؟ بسیار دعا کن. چگونه مشکلات و سختی ها را از زندگیم دور کنم؟ لا حول ولا قوة الا بالله بگو. می خواهم در مال و خانواده هم برکت بیاید. بر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بسیار درود بفرست. پاداش بدون خستگی می خواهم. با خانواده و دوستانت این نکته ها را شریک بساز. و اگر شما هم پاداش بدون خستگی می خواهید، این ویدیو را با دوستانتان شریک بسازید تا همه مستفید شوند.